علیکم سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از چنل خودتون. امروز قراره با هم یه چیزی رو بهتون یاد بدم که سر تایمش رسید سریع برداشت کنید و جا نمونید. و اونم چیزی نیست قسمت سام رامبل و ست‌های زیبایش. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. پیج اینستا من و چنل تلگرام من جوین شید، ممنونتون میشم. و بذارید باز کنه صداشم که بسته است. بله نگاه کنید، ما تو این قسمت یه قسمت پرایز داریم یا هم جوایزش که گفته اگه میخواید قسمت ریجن جوایزش رو بگیرید باید تاپ ریجن باشید، که فکر کنم برای هممون ما الان توی آلگرین گلگرین آفریقا رو منظورش فکر کنم ما الان تاپ یکیم، پس قطعا ما شلوار رو میگیریم. اونم چه تاریخی بهتون میگم. بعد قسمت سولو گفته باید جزء تاپ 1% باشید و بهتون میگم چجوری جزء این تاپ 1% باشید. من الان تاپ 10%م. کاری که باید انجام بدید، یک، باید کیل بزنید، کیل زیاد. بعد توی بتل رویال یا باید بویاه بزنید یا جزء ستای برتر باشید و توی CS رنک هم که باید بویاه بزنید. بعد بویاه زدید بهتون پوینت میده. الان پوینت های من 907 است. الان این ویدیو رو واسهتون رکورد میکنم. نفر 100 پوینتش 5267 است و شما باید تلاش کنید به این پوینت برسید اگه این لباس فوتبالی رو میخواید. و جوایزش هم زده اگه تاپ 10% باشید بهتون یه دونه کارت اینکوباتر میده، اگه تاپ 50% باشید یه دونه بنر به شما میده. ولی مثلا من الان تاپ 10% هم به من کارت اینکوباتر رو میده، هم بنر رو میده و هم این باکس گان. پس یعنی هر چقدر بیاید بالا بیشتر جوایز کسب میکنید. و این قسمت ریجن گفته اگه تاپ ریجن باشید این شلوار رو بهتون میدیم، اگه تاپ 5 باشید بهتون 2 تا کارت اینکوباتر میدیم، اگه تاپ 10 باشید بهتون این پروفایل رو میدیم و جزو بقیه هم باشید اینو میگیریم. پس من الان توی این ریجن که ریجن هممونم همینه، الان نفر اولیم، به همون همه این جوایز ریجن رو میده. ولی سولو بستگی به خودتون داره که چقدر تلاش کنید و بتونید این جوایز رو کسب کنید. من یه دونه اسکرین شات میگیرم برای تامنیل نیاز داریم. بعد بچه‌ها بگم کی میتونید اینو بگیرید. تایم گرفتنش این زیر نوشته شده. پس بچه‌ها یه چیزم بهتون میگم، سایتش فیلتره و باید با فیلتر شکن وارد شید. و اینجا نوشته که کی میتونید جوایز رو برداشت کنید. زده 4 روز و 11 ساعت و 9 دقیقه و 4 ثانیه دیگه. یعنی ما 4 روز دیگه این ویدیو رو شما نمیدونم کی میبینید، ولی برید خودتون چک کنید چند روز دیگه. الان این ویدیو رو دارم رکورد میکنم، 4 روز دیگه من میتونم این جوایز رو برداشت کنم و تمام تلاشم هم میکنم که جزو این تاپ 1% باشم و بتونم هم لباس فوتبالی و هم این شلوار زیبا رو بگیرم. و حرف خاصی دیگه فکر نکنم بمونه. این کوتاه‌ترین توضیحی بود که میتونستم بهتون بدم. و اینجا این قسمت اکسچنج که میدونید دیگه، این سه تا باید 170 تا توکن بگیرید. اینو بگیرید حتما، ست ماف باشه، کوف باشه. و بله اینم از ست داداشیتون. و بچه‌ها یه دونه اسپویل دیگه هم داریم این وسط کار. بچه‌ها سلام، اسپین آخرم هم. بعد الان میگه چرا M10 سبز و M10 قدیمی 7 لوله رو برداشتیم. خب من بخوام خلاصه بهتون بگم، یک، من عاشق این M10 هم نمیدونم، هم توی کاستوم مثلا داشتمش قدیم استفاده میکردم، من باش خوب بازی میکنم و راضیم. M10 قرمز 8 لوله هم داشتم. اوکی 8 لول قرمز هم داشتم و اونو میدونی من زیاد نیستم. حالا خیلی انتخابش کردن چون مثلا 8 لول و دیگه برمیگرده و اینا، ولی من اینو بیشتر دوست دارم. میدونی بستگی به علاقه‌ام بود دیگه. من به حرف بقیه گوش نمیدم، من هم کار خودمو میکنم. خب این M10 رو میخوایم بگیریم و ویدیوشو به زودی واسهتون میذارم جمعمون تکمیل شه. و بعد بچه‌ها یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم. چی میخواستم بگم؟ توکنامو میخواستم بهتون نشون بدم و الان توکنا رو باید از گان لولی نشون بدم. اشتباه شد. برو جزء گان. بچه پارافال هم داریم. پارافال فعلا نمیتونیم لول اپ کنیم. پارافال با 49 چم گرفتم و پارافال هم گان خوشگلیه از نظر من. اگه بتونم لول اپش کنم 100% آفر بیل لول اپش میکنم. و اینم گان M10 که من خیلی دوستش دارم. 40 تا توکنش یه هیچی 20 تامون 60.
فکر کنم تا لول 2 میره، تا 2 30 تا میخواد، 3 60 تا میخواد، 30 تا کم دارم. بله 30 عدد کم دارم تا بتونم لول 3 کنم و ظاهری تغییر کنم و آفر بیاد 100 تا 4 اینا میبرمش و بتونم قدرتش رو باز کنم. یا آنالیز ریزی هم داشته باشیم لول 1 که هیچی نداره، قدرتش هم یه دمیج ریت و 2 ریلود منفی که واقعا عذاب داره و میره لول 2 کیل افکتش باز میشه و دمیج و ریتش که همون ریلود یه خط کم میشه و لول 3 نیو لوک یعنی ظاهرش تغییر میکنه و به بال در میاره. لول 4 هیت افکت داره، یعنی وقتی به انمی دمیج میدی همچین شکلی ازش در میاد و قدرت اصلیش که چیزه دو ریت میشه و تازه گان جون میگیره. لول 5 چی؟ elimination افکت داره. elimination یعنی وقتی طرف میمیره یه افکت نمیدونم ذوب شدنی ازش میاد. و فایرینگ افکت هم داره، وقتی تیر میزنی و گانت سبز میاد. و 6 نیو لوک زیبا و جادار و مطمئن میشه و خیلی ظاهر قشنگی میگیره. دستم میرم نگاه کن اصلا ابهت رفت بالا و یه قدرت لول 6 هم باز میشه واسهش و میتونه یخو سریعتر میشکونه در صورتی که دستتو رو تیر ور نداری، مثلا یه تیر نزنی به یخ. وقتی دستتو رو تیر نگه میداری اون قدرتش فعال میشه و میتونی تپ 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 بزنی. اگه درست میگم که هیچی، اگه اشتباه میگم شما تو کامنت ها واسم بنویسید. و 7ش هم که دیگه ذره نگاه کنید یه نور بیشتری میگیره، میبینید یه نور بیشتری میگیره و لول 7ش دنس زیباش باز میشه و دنس خیلی خوشگلی هم حالا واسهتون میگیرم، با هم بررسیش میکنیم، بازی هم میکنیم باش. و این بود از این ویدیو. امیدوارم شما بتونید بعد 3-4 روز دیگه بتونید این ست زیبا رو بگیرید و ازش استفاده کنید. دوستتون دارم، عشق منید، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو دیگه دوستتون دارم، فعلا خداحافظ همگی.